بسم الله الرحمن الرحیم. برام خدای که جان آفرید، حکیم سخن اندر زبان آفرید. اما بعد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله امروز خدا خواهد روز مبارک جمعه، سید الایام، بهترین انشاءالله هفته ها، انشاءالله این روز است که خدا خواهد بهترین روز که در آن روز میگه طلوع آفتاب میکند و بهترین روز است که آدم علیه السلام در همین روز خدا خواهد پیدا شد و از همین روز جنت داخل شد و همین روز از جنت برمد و همین روز خدا خواهد جمعه وفات کرد حضرت آدم علیه السلام و این شد این جمعه انشاءالله روز قیامت برپا شدنش روز انشاءالله جمعه می شود. جمعه آخرون روزهای خدا خواهد انشاءالله دنیا می شود. الله سبحانه و تعالی البته این روز خدا خواهد پنهان کرده کدام روز می شود و روز اول کسی خدا خواهد نمیدوند. و همین روز مبارک انشاءالله خدا خواهد در این روز باید که انشاءالله با شما چکار کنید، خدا خواهد آغازی لباسهای زیبا که خدا خواهد مسیح بیارید، خوشبویی ها عطرها استفاده برید انشاءالله خدا خواهد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا خواهد انشاءالله در این روز. کسی که اولین شده خدا خواهد مسیح می‌دراید من راه فی ساعت الاولا فکأنما قرب بدنته. کسی که میگه یکم شده مسیح می‌دراید ثواب شتر قربانی کردن در نامه اعمالش می‌نویسد الله سبحانه و تعالی. کسی که دوم می‌دراید به مسیح انشاءالله ثواب یک گاو قربانی کردن، سیوم ثواب یک اسبه، چهارم ثواب یک مرغ، پنجم تخم، همچنان هر یک دقیقهش انشاءالله چی دارد اجر دارد خدا خواهد انشاءالله مکافات دارد. حتی شیطان ملعون در این روز جمعه میدانیم بیراق شیطان میگه در بازارها دور میزند تا اینکه آدم‌ها را چیکار کند از جمعه منع کنند انشاءالله خدا خواهد. نمیخواهد که شما مواده چیکار کنید انشاءالله خدا خواهد جمعه ادا کنید، لیکن برای ما شما لازم که انشاءالله خدا خواهد حرکت کنید انشاءالله جمعه را از دست ندید. الجمعه حج المساکین انشاءالله جمعه حجی چی است؟ مسکینان حجی بیچارگان است. ولی جمعه عیدون، یعنی جمعه عید است عزیزان. ولی اهل الارض فی الارض، برای اهل روی زمین در زمین انشاءالله خدا خواهد و اهل جنت فی الجنه، در جنت هم برای اهل جنتی ها امروز خدا خواهد خرسندی است. و اهل سمای فی السما، در آسمون هم فرشته های روز جمعه میخونند عزیزان من. چنان روزی چی است؟ مبارک است، روز انشاءالله خوب است انشاءالله. حتی ابو داود روایت کرده ترمذی، ابو داود حدیث است که انسانی که روز جمعه سله میپوشد و با سله خدا خواهد انشاءالله مسجد می آید و با سله نماز میگذارد، تمامی فرشته ها خدا خواهد طلب استغفارش میگن. یکی گناه همین بنده تگیده عزیزان من. ببینید سله تا چه اندازه خدا خواهد انشاءالله اجر و مکافات دارد. لیکن افسوس که امروز خدا خواهد انشاءالله هم بس کله ها به سله شد، سبب که سنت خدا خواهد ترک کردن شد. ما شما دعوا میکنیم و امروز که من احب سنتی فقط احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. کسی که یک سنتی من دوست داره و من دوست داشته، کسی که من دوست داره و با هم میگم سله پوشیدن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. در مسجدها در نمازها بخونید انشاء بمونید خدا خواهد انشاءالله سنت ها را خدا خواهد در کوچه نماز کنی اگر انشاءالله. حتی که بابامو در دورهای شوروی دین آشکارا نبود، دوره بی خدایی بود، همش سلهاش در کلهاش میگشتن. حتی که هیچی نداشتشم یک لینگی سله کلا بسته میگشتن می سفید ها. یعنی چی نوشیده که خدا خواهد تا ملا بی سله ملا بی کله میگوز خدا خواهد انشاءالله. یا سرش که آدم اون میشید خدا خواهد، یا که سرش که خدا خواهد انشاءالله ثواب زیاد شید. دو خدا خواهد خسلت داره، دو خسلت خالی نیست.
برای خداوند انشاءالله. البته این سله خداوند شیار اسلامه، این سله تاج مسلمانه، این سله برای کافران دهشت خداوند انشاءالله. شلپه داشته ما سله داریم انشاءالله خداوند. همین مؤمنا باید مسلمانا ناموس نداشته باشند، آر نکنند خداوند از مسلمانیش و یا آر میکنند از ما شما میگیم ما آر نداشته باشیم و یا از لباس ما آر میکنند، از پیغمبر ما آر میکنند، از کتاب قرآن ما آر میکنند. ما مسلمان ها چی مسلمان؟ از لباس دینی خود، از لباس ملت خود، از لباس خدا از رسول الله صلی الله علیه وسلم امروز نفرت میکنند. این چی مصیبت برای مسلمان است عزیزان من. برای این خدا خواهد آخر زمان نزدیک شود. خدا خواهد جمعه دیگر من خدا اگر عمر دهد خدا خواهد وفادی که رسول الله کردم و جبریل احساب کرده چند بار دیگر روی زمین میایی، یک چند مراتبه میام، چند گهواره کار میبرم انشاءالله. خدا خواهد صحبت میکنیم انشاءالله عزیزانی من. برای این حرکت کنیم انشاءالله. این سنت را خدا خواهد بجا بیاریم. صحبت ما ابولیث سمرقندی رحمت الله علیه یعنی خدا خواهد چندین یعنی کلمات شریف برای ما پیشکش کرده بود که تا این خدا خواهد ما شما بگوییم و خدا خواهد در زندگی خود در حیات خود خدا انشاءالله چکار کنیم. البته خدا خواهد قرار دهیم. یک چند شما گفته بودم، یکی دیگرش محترم جماعت، مبادا بر انسان یک کار ناخوش اگر پدید بیاید یا یک مصیبه بیاید، البته استعیذ بالله یعنی کلمه مبارکی تمجید انشاءالله خدا خواهد که لا حول ولا قوة الا بالله خدا خواهد انشاءالله. همین کلمات مبارک از شب و روز گفتگار خدا خواهد انشاءالله. چی کاری که پیشکش میکنی البته لا حول ولا قوة الا بالله داشته باشه خدا خواهد. یکی دیگرش مبادا با وفات برادر مشنوی چی اکم چی دادر چی خواهر چی پدر چی مادر که وفات کرد برا بای 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 نیوست ایز بالله اینا لله و اینا الیه راجعون. این کلمه همه آموزه خدا خواهد انشاءالله. این کلمه نجات است خدا خواهد انشاءالله. هیچی نیست یک قطار جمله نخواه یاد کردن نتونیم باشیم خدا خواهد. اینا لله و اینا الیه راجعون. آمدن که روشنی قبر بودن از 7 چیز عبارت است خدا خواهد انشاءالله. خواهیم که اگر قبرها و پرنور شود گور و روشن شود باید که 7 چیز برای خود خدا خواهد انشاءالله چکار کنیم وظیفه کنیم. این با آیات‌های کریمه انشاءالله خدا خواهد تصدیق شدگی است. هر یکتش انشاءالله خدا یک خدا خواهد انشاءالله یعنی باید که انشاءالله بندن یعنی طاعت عبادت فقط خالص برای خدا کنن انشاءالله خدا خواهد. کدام خیر و کدام انشاءالله طاعت عبادت نکنی فقط برای خداش نمیشه، برای رکلام، برای ریا، برای منمنی، برای کبر نه، بلکه برای الله. من خدا در سوره بینه چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قوله تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. همین آیت تصدیق همین است. یعنی سخن پروردگار است میگه در کتاب آسمانی انشاءالله امر کرده است که یعنی عبادت مکنید مگر خالصانه برای پرستش خدا کنید انشاءالله. همین آیت تصدیق همین انشاءالله قول است که فقط برای چی نشده کن الله نشده. چون که این عبادت ها عرض مکافات الله نکنه بنده نمیکنه. چون که نمازی که قبول است که قبول است خدا میداند. کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. میگه کس نمیدونه میگه در این بحر اکشاد میگه یا سنگ قدر دارد یا عقیق یا دام یا قدرش بلند است یا آمین. میگه همه چی دارد انشاءالله امید داره که انشاءالله چون میکنیم خدا خواهد انشاءالله البته عجل مکافات الله انشاءالله میتیفته خدا خواهد انشاءالله. دویم انشاءالله خدا خواهد با پدر و مادر نیکی کند. یعنی دویم کاری که خدا خواهد روشنی قبر با پدر و مادر نیکی کند. اگر مبادا در دنیا گذشته باشند در حق او چیکار کنند انشاءالله دعا کنند. عزیزان من ببینید
انشاءالله یعنی در حق پدر و مادر چی خوبی کردن انشاءالله و یا از خودمون راضی گردوندن انشاءالله. خدا خواهد پیش رسول الله میگن که شخص ایدانی خطاعا نزد رسول الله آمد گفت یا رسول الله گواهی میکنم که تو پیامبر چی هستی؟ حق هستی و گواهی میکنم که الله سبحانه و تعالی یک و یگانه است و 5 وقت نماز میخوانم و روزه ماه شریف رمضان میدارم و زکات انشاءالله مال میتیم. این چی ثواب داشته باشم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفتن که ای گفتم بنده خدا اگر این عملا کنی روز قیامت همراه پیغمبران، همراه شهیدان، همراه خدا صدیقان خدا در محشرگاه مشهور میگردی ایلا اگر از پدر و مادر آب نشده باشی. تصور کن دیمت 5 وقت نماز بخونیم روزه ماه شریف رمضان بداری یا ما از آب کشید یکی در یک سال یک بار زکات بدی خوبی ها نیکی ها کنی و خدا خواهد انشاءالله البته مکافات فقط و پیغمبرها شهیدا صدیقا خدا خواهد انشاءالله که یک جای محشر یعنی محشرگاه نمیخیدی اگر پدر مادر چی نباشه آق نشدگی باشی پدر مادر اگر ناراضی نکردگی باشی انشاءالله خدا خواهد اگر راضی کردگی باشی چی نمیشود این هیچی فایده نداره چون که خدا در قرآن عظیم و شان میگه که و بالوالدین احسانا همین آیات تصدیق همین سخن مبارکه میکنن که خدا گفت یعنی شما چیکار کنین البته پدر و مادر خوبی کنین انشاءالله خدا خواهد در عرفیت هم میگن که اگر پدر مادر خوب شود خوب بونش کن همین معنی داره که کدام شکل و صورت دارد کدام انشاءالله خدا خواهد نمود دارد لکن وظیفه ما فرزندان چی؟ البته حرمت پدر و مادر اجرا کردن است انشاءالله خدا خواهد چون که ما بچه‌های همه به دنیا آمدیم یا نمی هم آدم سبب شد همون مادر سبب شد ما انشاءالله خدا خواهد به دنیا آمدیم اگر بیان نمیبود ما در بزرگیم همین قدر خدا خواهد انشاءالله که قرآن عظیم و شان الله سبحانه و تعالی تو بعد عبادتش پدر و مادر خدا خواهد خستن چه چون که ما شما فرزندان داریم برای فرزندان چی کار داریم خودت سوال کشید جا نمیده اگر بچه در پاش کار کنه خدا خواهد انشاءالله اگر گفت که در امریکا یک کپسول است همین کپسول اگر نهایی بچه میموند خدا خواهد انشاءالله تو گفت تصمیم که پولم برداشته زده میده بچم اگر پدر هم خدا خواهد یک فکر کنه همچنان بود من با بچم با بچهش دنیا همین است من خدا خواهد انشاءالله این روز که 5 سال شدم عزیزان من که ما شما جوان شدیم خدا خواهد دعوی خدا خواهد خدمتی بریم ولی یک موسیقی گفتگی بچم امروز گپای من نمیفهمید زمانی بود که من گپکای تا نمیفهمیدم یا نمی مادر پدر گپ یاد داد نمی زمانی بود که بچم لباسا ما امروز چیپ می‌دونی او قطور هم می‌ریزیم زمانی بود که تام او قطور می‌ریزیم زمانی بود که امروز خدا خواهد انشاءالله نجاست میکنم زمانی بود که تام کردی بچم تا 2-3 سالگی تا 4 سالگی تمام خدا خواهد خونه بمبا رو نمی‌کنی نه جاگه میموندی خدا خواهد مورد بیچاره دومنش میموندی نه سری ارخانی پدرت میموندی بمبا نمی‌بودی نمی‌پرداختی که بلا بردن بیچاره بای گرما کردم خدا خواهد که نکات نشد که با امیدی که در پیری پسر گیرم دستی بدن همین امید که خدا خواهد ما شما تربیه میشه بگی در کودکی کاشکی در پیری انشاءالله خدا خواهد دست بگیرم کتگی بینید برادران گرچه نماز اطاعت عبادت کنیم اگر ناراضی باشد بیکار است یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد عمر خود شبوتم در این گناه نگذروند عزیزان من جوانای عزیز اکثر این مسجدها رو جوانها تشکیل میکنن همین جوانی تا خدا خواهد در گناه صرف نکنند جوانی تا برای الله طاعت عبادت صرف کنید
پیامبر میگه کدام جوانی که خداوند توبه میکند راه طاعت عبادت میکند دو انگوش نشان داد، دو انمی انگوش مثل همین انگوش گفت روز قیامت در جنت با همراهی منه. رسول الله جوابان خداوند بشارت داد. حتی اینکه 7 گروه طایفه آدمان در سوی اشکا میدادیم، یکتش الشاب نشأ فی عبادت الله تعالی. کدام جوانی که خداوند میتونید در جوانی زنا کنه، میتونید در جوانیش عرق کنه، میتونید در جوانیش همه گناه کنه، لیکن از ترس خدا نکرد، میگن روز قیامت سایه عرش الله جان میده خداوند انشاءالله. صرف نکرد خداوند این امرات. اخترین شبابی که قبل حرمی گو پیغمبر بزرگوار شما جوانیتون غنیمت گو پیش پیشیدن. عزیزان من جوانم تحت کارده خداوند در راه او میدی است. اگر خداوند انشاءالله این جوانایی که بیکار صرف میکنی نادرست فقط در کیری عذاب چه میکشی عزیزان من. این خداوند زندگی بگذارد، روز ازلی از خداوند میرسد، عمر در یک جا قرار نمیگیرد انشاءالله. جواب گفتی همون جامعه بزرگی رحمت الله علیه در جوانی سعی کن گرد خلل خواهی عمل، میوه به نقصان بود چون از درختی نوبر است. جامعه میگد همین میوه هایی که خوب میگیری میگه ای درخت های نوبر، همین جوانی که خدا میگیری اینا هم جوانی که عبادت دیگر. امروز بوهای پیرکی ها در پرس خداوند امروز تارس نمالار دارد، امروز راستی دادن نمالار دارد، امروز قدم زدن مسجد اومدن نمالار دارد. اینا در زمان چی میگفتن؟ خدا خواهد فقط پیشم مسجد فقط جاش پیرا کرد. اولو با پیری میرسیم اینه اعوام بدون خداوند امروز چندین جوانان 20 و 25 و 30 35 جنازه دارد. اول اما میر داشتن که خداوند فقط چکا میکنیم؟ نه فقط میبینیم خداوند چکا میکنیم؟ نماز میخونیم. شیطان ملعون مرجوم وقتی که جوان به طرف مسجد بیاید نزد دروازه مسجد ناس میخورد. میداشت میتونید یک جوان بزرگ بدید و این جای پیراه ولی تو جوان هستی خداوند عرق و زینا کن مردد کن ولی پیشه نشتم میای دیگر بیتافی بوزه کشته میرسه. وقتی که با پیر شاد اگر با دومی ها اگر پیش مسید با مردم نیومده شدت های این مره ارمنده در جوانی نکرده این مردن در ترس آمده که نمار بخونی در جوانی نکردیم نیاد دیگه تو ای بر با گشته میرفته دیگه خدا توفیقت نکیه که ملعون در دامش گرفتار میشه خداوند انشاءالله. نوکه امروز ما بسیار فرصت هستیم که اکثر جوانان رو به طاعت آوردن انشاءالله رو به اطاعت آوردن، از گناه نفرت دارن، از عرافی ها زناگری ها نفرت دارن. الحمدلله شکری به خدا. من امروز مسجد ها نمانه ساده است الحمدلله یاد از شکر بلکه 10 سال 5 سال بعد خداوند این مسجد های نهی ما کار نمیکنه با از این هم زیادتر خواه مجمعی هم زیاد میشود. اله خداوند جوانان همیشه هدایت کند، در جوانی طاعت کند، عبادت کند، در جوانی توبه کردن نشأه پیغمبری عزیزان محمد شما را دوست می‌دارد. جوانان شما بیرق بردار اسلام هستید انشاءالله. محمد شما را دوست می‌دارد. در جوانی خداوند طاعت عبادت کردید ممکن ساعت نوبتی من شما است، نوبتی خداوند وفات کردن من شما است. از خدا مردن هیچ کس نمی‌داند بجز الله سبحانه و تعالی. ولی این جوانی تا غنیمت خداوند، جوانی تا در فساد و گناه صرف نکن خداوند انشاءالله. خواهی که اگر در قبر خداوند قبر پر شود میگه یکی دیگری قبر پر سیله رحم دست از این خداوند. سیله رحم خیش و اقرباها که دوستی کردن است. خیش و اقرباها را از دست ندید. اینا نمک، تاوا، خاله، احمد، جگر، تاوا اینا خیش و اقربا ندید. اکاو دادر، اپچه خوار، اکاو خوار انشاءالله اینا همه سیله رحم را دارد. کسی که سیله رحم نمیرد باید طاعتی برداشت الله قبول نمیکند. کسی که 3 روز به یک کس تعلیم شود قضیتی پرنور دنیا رو و خون شریفته که برابر است کشنن که برابر است از داری من. یعنی من کان له کینون
ولیس له دین، کسی که کینه یک برادرش رو بوده بگردن و دین ندارد. چون امروز حق داریم خیش و اقربان از چی دنیا هست، یا چی خلافت خاک زمین است، یا که زنها باشد انشاءالله از چی مطلعن اربشت لباس و یا دیگر مورد دیدار زنده جدا هستند، یا که یکش دخترش یکش نمیتید، یا که یکش بچه دخترش نمیتید. چین اخلاقی احمقی ها کنند نشه این کار خلافت تغییر نشه، فقط پیمان نشه خلافت فقط باید این مردنش باید همون دایده نوید خلافت نزدی در موردش نمیسی چی آجر چی فایده باید انشاءالله خدا نماز تقبول نمیکنه و ندارم. کسی که خیش و اقربات کتی پیمان بگی کسی که خواه که عمرش دوام شود 100 نخلاقت دلاید مثل بابای این شنبه بود 96 نزدن الحمدلله خواهی که 96 دلایی خیش و اقربات در دست نده دوستی خلافت برعوز خبر بید مدام خلافت شد همین است حکیمتی خلافت زندگی چی از این دنیا اما میبریم سر بعد پشیمان بشه بعد افسوس بکنه بعد خدا میزنی بعد ندامت بکنی چی فایدهش نیست فایده همش در چی هست الحمدلله در حیاتی هست در حیاتی نگه نکردی شادم بعد این بردن چی را دین دار بکنی چی در کار؟ از خطر در زمین زن مفتی شعر بگن محل گشتن نمی آید دوباره سبها زنی سری کن بسر کی خواهد ولی پدر بود مادر بود اکر بود دادر بود و سرا در سنگ زردد دین بارگشتن نمی با کسا نگشتن خدا یک بار عمر میتی خلافت 50 سال 60 سال 70 سال دیگر عمر اینجور زایتی نیست همین عمر غنیمت بود انشاءالله در این عمر تا عبادت که در همین عمر نیست در همین عمر خلافت خوبی کرد اینا بعد شیمان شیخ بخواد انشاءالله فایدهش کرد یکی دیگرش خواهی که قبل انشاءالله پردون شود تا این کبر و هوا نشود منمنی نکرده فخر نکرده اگر خواهی میگه قبرت انشاءالله خدا فرپرد شود این کبر کردن این فاسه خداست این منمنی کردن فاسه خداست این تو نمیذارد چون که ما یک قطره آبی منی هستیم اصلا کسی یک قطره منی اگر پرید پیدا شده موشم اگر با آبازی نکنیم اگر خدا باید انشاءالله حضر نکنیم اگر با سلامت نمیکنیم من جنوب بودم جاگه خوبی که دیگه جا بکنیم اصلا دست میگه یک قطره منی با چی ها میکنی تو منی چی تو نمیگه تو تاکی پرده تو مشنه چند نفت بخواد تاکی کرده اینا همه جای سرا میمونه میدونه آدمگری هست یا اند خلافت یک خلاف بخشی یکی چی من 30 ساله روبر چی هستم اصلا نجاسته یا شخ برای الحمدلله 30 ساله نازی مردم کار میکنم نازی الله خدمت میکنم یا شخ برای اگر گل برای آدم و آدمگری را کنه کی برو حلاق من منیت حتی فرمانده که من کان فی قلبه ذره من الکبر لا یدخل الجنه کسی که در قلب ذره ولی کبر باشه منی باشه جنت نمیره مال خداوند میگه که در حدیث قدسی این کبر کمزوری منه و این نمیذاره چون همه چیز دست میگه من دست چی میگم من یک دست میگم زدم یک خدا دیگه هیچ کار نمیگه شفتر آدم هست خونم آدمو که رسولی کار آدمو که رسولی مسجد آدمو چی کنم من هیچی من چی در من کار بکنم برمانده فخر میکنم اینجور فخرم نیست کسی که خدا میگه که قبرش پرنور شود قبرش انشاءالله خدا خواهد پر نور و ضیا مثل همین چراغا روشن شود کبر منی خدا خواهد قربت حرمت کردم یک روز از خودت کردم باشم شما خدا قرآن بفرسته تو نگوید تو کی هستی خودت خدا نمیده به تو خدا میگه بین قوما بین خدا و شما
آدم باید یک روز لباس خود باید میشه اکش دادرش که خدا خدیم عملش کنید چی در کار باشه؟ عمل چی در کار بود؟ توبه چی در کار بود؟ خانه چی در کار بود؟ همه همین جهت حرمت ایزد ترتیب و انتظام زندگی این ترتیب اجزای زندگی هست. پیامبر علیه السلام صحابه را نمیدونم چقدر حرمت میکرد از بچهش بالا بدونستش. سلمان فارس رفت ایمان آورد سلمان فارس برادر امام شما ایمان آورد رسول گفتن یعنی سلمان از خاندان بچه من است بچه من است ولی مجموع بچه ما بچه نداره ولی بعضی ها بچه ها اخلاق اگر بچه لی پولی افتاد نایایا بچه که اخلاق اگر شود نفلت داره بگوید پیامبر علیه السلام بنا بچه نمیگو که از سیاپوست الهی حبش صاحب رومیت همه بچه قبول کرد همه صحابه همچی یک بچه هست انس مالک به 10 سال خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم کرد 10 سال در خونش مادر شوهر با اون استودم پدرکش کرد گفت که محمد همین گفت بچه‌م خدمت دیتر میکنه بینید مهموز فرزندان به خدا خواهد نفرت داره میده تو نیاوه یا باید بچه دیگر آقای کمبغل باشه و بعد پدران باید که بچه هاش اشدا بکنه یعنی از خوب برنید گرده فردورش خوب اولا کی که اشدا کرد آیدی که آیدی ساک واسم نه چون در وقت شکل نمو خوبیش در وقت شکل این استود نخونیش در وقت شکل تعلیم خوش نداری من یه روز شدگی بچه را چکس ایدول نیست معلیم ایدول نیست مولا ایدول نیست چونکه تربیگر شده سیخلافت تا این روز خوب نگرد کشیده من شما یک ساعت در روی شما میشونید بدی یک ساعت خیلی خوش میکنید ایدول میکنید با حتی هفته میگم الله آدم بعضی تا با یک هفته لیابان بگید یا نمید ما هرش کنگ بشیم و نیست خوش من نزیاد بینید نمی خداوند انشاءالله خواهی میگد انشاءالله خداوند قبل انشاءالله پرمون شود خداوند انشاءالله خواهی که خداوند انشاءالله قبل ها تو پرمون شود امرات انشاءالله زیاده شود لیکن دیگرش میگه دائم یاد خدا کردن است عزیزان من دائم اکنون به یاد الله خدا فرام میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا اگه آنانی که ایمان آورده همیشه من یاد کنه روزانم شبانم شب و مستقر اگه 3 ساله سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفتنی چی کلمه میگی چی قرآن میخوانی خدا فرد یا بیتارت یمان زدن ندارد بیتارت فقط قرآن قبول نمیشد بیتارت میکنه شما حق داره انشاءالله خدا فرد قرآن تلاوت کنید ذکر گیرید انشاءالله خدا فرد یا فقط جود بطوله خراب دیگر همه حالت به علت خدا فرد به یادی الله باشه همیشه یادی الله کنیم همیشه خدا فرد انشاءالله چکا کنیم به ذکر باشید نمیدونم که من احب شیئا فاکثر ذکره کسی که اکثر دوست داره و ذکرش اکثر زیاد میکنه وقتی که ما اگر ذکر خدا زیاد کنیم بعد خدا دوست میداریم خیلی از از این سوی آدم گاوش بینه گاوش تعریف که گشتر میکنه آدم خرش بینه خرش نکنه آدم موشه گفته گشتر میکنه جلو میشنه برکت وقتی که ما الله را دوست نداریم که دویم ستنی الله میگه دویم پیغمبر دوست نداریم حدیثی رسول الله بیان میکنه یعنی شما انشاءالله الله دوست دارید خواهی که قبرها تو پرمون شود خواهی که انشاءالله خداوند قبرها تو از نور خداوند انشاءالله زیاده شود دارید انشاءالله خداوند چی باشید بیان الله باشید خداوند انشاءالله دائم الله خداوند انشاءالله یاد کنید دائم انشاءالله با صلوات باشید دائم انشاءالله در ذکر بیان الله انشاءالله خداوند مهربان باشید این دنیادم او دنیادم انشاءالله خداوند سعادت نمیرسیم وقتم شده است خداوند عزیزان من وقتم نزدیک است الله سبحانه و تعالی انشاءالله فرصتیت جمعه دیگر خداوند انشاءالله با شما عزیزان که هم صحبت میشیم خداوند اون سوی که خداوند بیان کردیم لیکن همه مشکل کنیم حرکت کنیم انشاءالله خداوند البته این کلمات البته این ذکرها را داریم انشاءالله خداوند
ذکر کردن داریم بیان انشاءالله الله باشه خدا خواهد انشاءالله الله هم چی است همیشه خدا خواهد بیان من و شما میشد همیشه ما و شما هم ذکر میکرد خدا در جلسه الله فاذکرونی اذکرکم بس یاد کنید منم یاد میکنم انشاءالله شما اگر ما خدا خواهد یادی الله کنیم الله همیشه ما و شما را یاد میکنه یادی الله مغفرت گناه یادی الله اجابت دعا خدا خواهد یادی الله مقصد ما و شما را باطش نشنه الله خدا خواهد انشاءالله با ما و شما چکار میکنه کوبر میکنه به انشاءالله خدا خواهد یادم میکنه یک چند برادر رو خیلی سون کرده هستن انشاءالله خدا خواهد یکی خیلی سونی هم یافته خدا خواهد من در تو اهل سخاوت بچه ها هستن سخاوت پیشه ها خدا خواهد ایشوری مشمم تقریبا 24 تا 25 تا خدا خواهد یتیم ها بی پدر و بی مادر ها خدا خواهد در اون خط گرفتگی هستن هر خدا خواهد ما با آچردش خدا خواهد تمام رایان خیر میکنن همون برادر ها اینچنین همین ما خدا خواهد یعنی 24 میلیون برای سر لباس سر مکتبی همینا خرید کردن الحمدلله یعنی همش نه یک قواتی خدا خواهد و یعنی رزمی روشگتی خدا خواهد انشاءالله همین هفته همون گروپ خیر کردن البته خدا خواهد بعضی برادر ما هم گروپ انشاءالله همراه هستن خدا مبارک کنند انشاءالله میتونه شما همون گروپ اعضاشین در یک هفته 50,000 نصفه انشاءالله خدا خواهد یا مونت 100,000 شما فقط کم بغلان یعنی فقط خدا خواهد به پدر و به مادران نمیره خدا خواهد انشاءالله من همین هفته 24 میلیون برای چی شیار زمین خودش خیر کردن خیلی خدا خواهد انشاءالله تمام رایان داره کنه سری مکتب با درست مونده خدا خواهد تمام پرستش کرده داشته خدا مبارک شده این بچه که در این اعضا هستن الله سبحانه و تعالی اله دولت به شما باشه بگیم دعا کنم که خدا خواهد انشاءالله برادران البته تشکر کنه این برادران خدا عمرشون رزقشون خدا خواهد انشاءالله زیاده کنه از این هم دولتاشون زیاده کنه با اهل سخاوت میکنه یا در خدا خواهد دههای ما هم شما دههم بکنیم خدا خواهد انشاءالله برادر این چی نیست یا آدم سردار میشه خدا خواهد یا خداجو بوده به خدا نهده و به خدا میگنشه بچه خداجو باشه خدا ترس حقیقی ایماندار باشه ما هم تشکیل نمیشه خدا خواهد محتاجمون هیچ جای نه خدا هم راضی بشه خدا خواهد انشاءالله الله هم انشاءالله خدا خواهد اجر و مکافات چه میدهد خدا خواهد انشاءالله و هرچند برادر برای عمردی مسجد خیر کرد من دیده ساله خدا خواهد اون دوشنبه خدا خواهد انشاءالله یعنی سیمنتی اولین خدا خواهد پایه مسجد مدینه طول باشه مونده الحمدلله خدا خواهد امروز اپر وقت دستوتیان طول دوشنبه تیار شد دوشنبه خدا خواهد یک معده دعوت میکنیم انشاءالله سیمنت میدیم خدا خواهد انشاءالله اینچنین یک خوشخبر خدا خواهد از کمیته دین الحمدلله یک ساعت قبل پیش زنگ زد خدا خواهد یک برادر از خدا خواهد حضرت مفتی خدا خواهد انشاءالله 50,000 دانه ریشت برای مسلمان تقدیم کرده شد الحمدلله خدا این خادمای حقوق دینم خدا مبارک شد انشاءالله خدا خواهد از این هم بار دولت هاشن از این هم مرکز هاشن خدا خواهد از جناب مفتی همون کلکتیو شد خدا خواهد 50,000 دانه ریشت خدا خواهد انشاءالله زنگ زدن خدا خواهد خدا مسجد ما شما تقدیم کرده شد الحمدلله بیادر شکری خدا خواهد هر روز یعنی خیرات تقدیم ما دارد خدا خواهد انشاءالله روزای نزدیک 20 خدا خواهد انشاءالله سپتامبر حضرت خدا خواهد انشاءالله مفتی با فرمان خدا خواهد تشریف میارن از یک تا از مورد که موز کردم اگر ما تو 20 سپتامبر تونیم اگر ریش موندنده جناب مفتی تکلیف میکنیم انشاءالله دیروز در مجلس من هم که گفتم حضرت حرکت کرد اگر تو 20 خدا خواهد انشاءالله سپتامبر اگر بتونیم رقم تا ریش موندنه انشاءالله جناب مفتی تکلیف میکنیم دو سه مسجد چی درست فرماندم اومده ریش میموندید اگر ما هم خدا خواهد دستگیر کنیم انشاءالله رکت میکنیم اگر دستگیر کردیم جناب مفتی فرود کنیم انشاءالله بختی ما باشیم این تشریف خدا خواهد حضرت و این دیار تشریف کنن قدمی به مبارک خدا خواهد انشاءالله امید میکنیم حرکت میکنیم سم خدا خواهد بجا بیاریم یک برادر 2,000 روبل برای آوردیم حسن و خسرو خدا خواهد 75,000 سو یک برادر 2,000 روبل یک برادر 300,000 سو یک برادر 1,000 روبل یک برادر 1,5 میلیون سو یک
یک برادر خداخواه 600,000 مکه طول بگه بچه شد خداخواه در رسی فرسوندن انشاءالله خداخواه 600 سومی ازبکی انشاءالله خداخواه برای آبادی مسجد انشاءالله یعنی تحقیق کردن دینا حتی که خداخواه من او باید بکرگاه نیمت اکه گفتگی انشاءالله خداخواه انسان دینا کرم دادن خدا مبارکش کنه انشاءالله کرم اومده خداخواه الحمدلله چیکار کردن خدمت کرده رفتن خدا همین خادمای آبم دولتشون خداخواه عمرشون روزشون خداخواه برکات بده کسی که مسجد میگویی الحمدلله یبان کس نینفته است یبان سرکشی نداره انشاءالله خداخواه حتی که خداخواه جناب خداخواه رئیس ناحیه هم خداخواه جناب خداخواه نقشن انگلیسی هم دینا انشاءالله اومده برای ماشین تشکیل کردن یاردم کردن البته خادمانی حکومت هم خداوند انشاءالله خداخواه توفیقشون با رفیق بگردوند با محبتشون نسبت اسلام و نسبت مساجد و نسبت مردم اله خداوند زیاده بگردانند وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله صلوات و سلام علی رسول الله پاک و پروردگار آنچه مسائل که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانیم در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن نور اسلام را جایگیر بگردانیم همیشه برای راست برای صراط مستقیم هدایت نماییم توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نماییم و آنانی که خیر کردن و آنانی که در اینجا دست برداشتند پاک و پروردگار چی مقصد و چی آرزو ها دارند خواه دینی است و خواه دنیایی الله و فضل و کرمت برآورده خیر می‌گردانید بیماران اسلام خداوند خود شفای کامل حقداران اسلام خداوند خود نجات بی‌فرزندان اسلام فرزندان صالح و صالح کرامت نمایید به توفیق اسلام توفیق شنا خداوند رفیق بگردانید آنانی که خداوند از معبودشان محتاج یکم دعا هستند خداوند قبرهاشون پر و آخرتشون آباد بگردان آنانی که در دیندانها هستند پروردگار را زودتر و خاندان برگشتنشون الله نصیب بدارید آنانی که در سفر هستند عزم سفر دارند اله سفرهای بابهار صحت بودی سلامت باقی سفرهای پر باریهای صلح نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشتنش را الله نصیب بدارید سوداگران در سوداشون هنرمندان در هنرش کاسبان در کسب و کارش دهقانیان در دهقانیش طالب علم در علمش اله خداوند برکات عطا نمایید در تمام دنیا تینجی آرامی بین پادشاهان مهر و عاقبت صلح و امنیت را اله برقرار بدارید رئیس جمهورم خداوند خود عمری دراز رزقی فراغ تنیسیت خاطری جمع از هر گونه بلاهای ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باشید تا رئیس ناحیه از برای بهبودی زندگی مردم سعی کوشش دارند در سعی کوششی آنها برکات عطا نمایید این جمهوری ما را جمهوری پوری داشته نشده اله خداوند را سزاوار بدارید و این استقلالیت آزادی که برای ما چی در دنیا و چی در دین نعمتی بسیار داد اله تا قیامت پایدار بدارید اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم وقتی نماز بخواهد نماز بانگر 5 minute همش نماز عصر 15 نماز شام 20 نماز شام 15 و نماز شام دیگر طاعتی آده چون که اکر طرف زمستان گشتیم تا جمعه دیگر در حفظ و پناه خدا ایرانی باشیم